دفعه هر راه را مباح می‌دانند. در فرجام همیشه از سیلی برعکس مقاصدشان را خوردند. اینها آنگونه که نتوانستند به مقاصد خود دست یابند، از نعمات دست داشتهشان نیز محروم شدند. ای کاش این بردگان حرص و آرزو تنها این دنیا را از دست می‌دادند. حال حکایت یکی از علاقمندان برنامه ما را به صفحه تلویزیون به تصویر می‌کشیم. دختر مقبولم، این لباس مکتب چقدر جالب میشینه. مادر شما خوب هسته؟ چیزی نیست دختره، بازم کمرم درد گرفت، مهم نیست. مادر کلان اینجا چی میکنی؟ از اینجا تیر میشدم شما را در داخل دیدم. لباس مکتب بهاره رو میگرفتیم خاله. خوشت آمد مادر کلان؟ بفرمایین. تشکر، مبارک باشه، به خوبی بپوشه. دیدی کم مونده بود فراموش کنیم. به پروینم هنوز لباس مکتب نگرفتیم. شما سودایتان را بخرین، من دیگه باید برم کار دارم. درست از خاله، خودت میخوانی. خداحافظ مادر کلان. بر صنفای پایین هم این مدل داریم. زندگی چطور میگذره عثمان؟ خوب است دیگه، چی قسم باشه؟ طبعا که باید خوب باشه، همیشه خواستی. مادرم میگفت یک دختر خانزاده را پیدا میکنه، اما باور نداشتم. والله دختر خانزاده از این کده بهتر نمیشه، راحت هستم. بسیار طال مهندسی به خدا. آها بیبی مادرم آمد. میگن انسان خوبه که یاد کنی خودش پیدا شده میایه. طبعا که خوب هستم، تو باید به من شکر کنی. شکر. بفرمایید. خیریت باشه مادر، کدام چیز شده؟ یک چای بخوایم با هم بخوریم؟ حالا چای مایبان. چند دقیقه پیش الماس و بهاره را در یک دکان لباس فروشی دیدم. فکر میکنم به بهاره کالای مکتب میخرید. مکتب شروع میشه، این کدام گپ نیست. تو دخالت نکن عثمان. به من وهاب جواب میده. بگو ببینم تو به این دختر چطور اجازه دادی که خوش خوش مکتب بره؟ تو خود روانش نمیکدی. میگفتی مادرم حق به جانب است. چی بگویم مادر؟ دختر امروی مادرش زیاد پافشاری کرد. برو بابا، به سر تو هر چیزی که آمده از شنیدن گپای او زن آمده. بچه من برات نگفته بودم که دخترها نباید مکتب بخوانن؟ هیچ چیز نشده، اینقدر پیسه مصرف شده، از کجا میشه؟ اوتر خواست چی بفهم؟ شاید چی؟ در خانواده ما کدام دختر دیدی که مکتب خوانده باشه؟ ما مکتب نخواندیم، جاهل ماندیم. چند سال دیگه لیسه بخوانه و بعدش تحصیل میکنم گفته اصرار کنه، باز او وقت مصارف بیبی. تحصیل کرده چی خواد شد؟ بخیالم تو قدر پیسه داری که در جای باد کنی. بچه کم عقله، بر جایی که کشت کنن نمونجا میری. بگه پایی قد دخترم کسی باور میکنه؟ هیچ فکر نمی کنی که اینقدر مصارف گزافه از کجا پیدا خواد کردی؟ تشکر مادر جان، مقبول ترینش گرفتی. از خواهر تشکری که او انتخاب کرد. تشکر خواهر جان. پدر جان مقبول است؟ وهاب چیزی شده؟ فردا سه پارچه بهاره را میگیرم. چرا به کدام مکتب دیگه شاملش میکنی؟ اما تمام خورخوندان دمی لیسه است. دیگه لیسه میسه نیست، با مکتب نمیری. پدر لطفا این کارو نکنی. باز هستم مقدر خواندی، باید از این خوانده چی خواد کردی؟ دیگه مکتب رفتن نیست. اما وهاب اینا رو قبلا گپ نزده بودیم؟ تو خود قبول کرده بودی، برایش اجازه داده بودی. او وقت گپ شما را قبول کرده بودم، اما حالا فکر کردم به مکتب رفتنش با ما چی فایده خواهد داشت. بعد از این نمیره. از ما بیشتر به خودش فایدهش میرسه وهاب. بعد از این سرنوشت دختر چی خواهد شد؟ سرنوشتش چی خواهد شد؟ در جای ششتاگی خود بشینه، از این که بارو دو شما نشه بره کار کنه.
پدر لطفا این کار نکنین. من میخوایم مکتب بخونم. این حق مسلم است. در مکتبم یاره به شما یاد میتن نه زبان درس کردن در مقابل پدرک گفتم نمیری بس. میرم پدر، هرچی بگوین میرم. مکتب نیست فهمیدی چیشی؟ از این بعد مکتب نیست دیگه نمیری. اگر دیگه رفته بودی پایتم اشکنانم فهمیدی؟ مکتب بره. پدر لطفا تو هم از این بعد پشتیبانیش نکن به مکتب نمیره. مکتب بره که چی شوه؟ ما این را کلش براتون پاره میکنم. از این بعد مکتب نیست مکتب نمیره. بهار جان گریه نکن. چطور گریه نکنم مادر؟ یا پای پدر من نشنیدی؟ دست خدا میره پر کده اما تو صبر کن یک چاره پیدا خود کردیم. دیگه چاره نمانده مادر. در حالی که دیگه هم سن سالای به مکتب میرن و من طرفشون با حسرت ببینم. چیزی که میشه همین خود بود. و مسئولیت چی میکنین؟ آفرین شیر بچیم. در خانه و تو سیاست جانانه کردی که الماس و بهار هر دویشان پیش ما آمده بودن. چی میگفتن؟ آمده بودن که از تو شکایت کنن. اینا دیگه از حد گذشتن. میگن به وهاب یگان چیز بگو. خیاطر است. من میفهمم رو اینا چی کنم. صبر کو بچیم زود جدی نشو. اگه امرایشان جنگ کنی خود فکر کردن که ما برات یاد دادیم. ما برات گفتم که با خبر باشی. اگه امروز تو باز اصرار کنن هوش کنی که دل نرم نشان نتی. نه مادر نه این دفعه تصمیم ما جدیست. آفرین بچیم الحق که بچه بستی. بچیم بلاره فراموش نکن. بچه‌شم مادر میبینمش. خوب بچیم بخیر بری. سلامت باشی. خدا پشت پناهت بچیم. بخیر بری. روز خوبی داشته باشی. خانم بیادر چطور هستین؟ سلام خوب هستم شما چطور هستین؟ خوب هستم من با اجازه دیگه میرم. خیرت باشه دخترم. اقدر خیر نیست خاله گفتم یکم همراهتان گپ بزنم. بیاین داخل بفرمایین داخل. دست من بگیر که تا شو. بیاین بشینین خوش آمدین. بشینین دخترم. چی شده الماس؟ این دختر چرا جگرخون است؟ پرسان نکو خاله وهاب بازم فکرش تغییر داده. میگه اجازه نمیتونم دخترم به مکتب بره. عجیب است. چرا؟ نمیفهمم خاله. دیشب اصرار داشت که دیگه بهار به مکتب نروه. حیران موندیم چی کنم. این دفعه در تصمیمش جدی است. مثل که از روبرو شدن ما در دکان خبر شده. اینطور معلوم بشه که شما مخالف خواندنش هستین. من برای چی مخالف باشم؟ به چی ضرر میرسونه که این دختر مکتب بخونه؟ خاله اگه تو همراه وهاب گپ بزنی شاید گپ تو رو قبول کنه. اجازه بده و به مکتب روانش کنه. بیچاره دختره که پریشان است. از دستی بچه بیعقلم. جگرخون نشو دخترم جگرخون نشو. هر رقمی که شده من همراه پدرت گپ میزنم قناعتش میتم. گریه نکو دخترم گریه نکو. آفرین دختر نازنینم خوش باش. وهاب خیریت باشه مادر. در این وقت اینجا چی میکنین؟ آفرین شیر بچیم. در خانه و تو سیاست جانانه کردی که الماس و بهار هر دویشان پیش ما آمده بودن. چی میگفتن؟ آمده بودن که از تو شکایت کنن. اینا دیگه از حد گذشتن. میگن به وهاب یگان چیز بگو. خیاطر است. من میفهمم رو اینا چی کنم. صبر کو بچیم زود جدی نشو. اگه امرایشان جنگ کنی خود فکر کردن که ما برات یاد دادیم. ما برات گفتم که با خبر باشی. اگه امروز تو باز اصرار کنن هوش کنی که دل نرم نشان نتی. نه مادر نه این دفعه تصمیم ما جدیست. آفرین بچیم
الحق که بچه بستی. راستی خانم، مادرم گفت اینا رو طویل کنین. تو طویل میکنین؟ بله دیگه، اینجا نوکرشان حاضر است. چه کنم دیگه؟ من برش چیز گفتن نتونستم. تو امروز هر قدر پیسه پیدا کردیم به اونا مصرف کردیم. کرایه شما میته. برن یک نوکر دیگه بر خود پیدا کنم. بله، تو حق به جانب هستی. و دیگه ای که میگه تلویزیونم باید تبدیل کنیم چون بسیار ریز است. برق که قطع شوه باز خوب میتونن تلویزیون ببینن. 3 ماه که پیسه برق تحویل نکرده. تحویل نکردی؟ جدی میگی؟ طبیعی است. از این بابا دموتر است. همه که کار مدیریت یک کمی سر برا شوه، اگه مقرریم برای به یک شهر دیگه میریم. او زمان باز ببینم ما را چطور پیدا کرده و خون ما را خواد خورد. خواهر همین سوال نفهمیدم. برام کمک میکنی؟ وهاب بیبی بهار تا شام از اتاقش نبر آمده، نونم نخورده، مدام گریه میکنه. چیز نمیشه، 1-2 روز گریه کرده خوب خواهد شد. وهاب بیا از این تصمیمت منصرف شو. بیبی چقدر آزرده شده، میترسم کدام ضرری به خودش برسانه. نه ترس، چیز نمیشه. بیا از امروز شریف گپ زدم. بهار در دکان سر کار میگیره. وقتی که مصروف شو مکتب فراموش خود کرد. سلامت باشی شریف. دستایت یک چیز یاد خود گرفت. از این بعدی پیشش امانت است. این چی گپ است وهاب خان؟ دختر تو مثل دختر خودم است. 6 ماه ازش مراقبت خواهد کردم. بسیار خوب. من دیگه با اجازت میرم. مراقب دخترم باش. درست است، شما بفرمایید. خب بیا دیگه دختره. ماشینی را که قرار است همراهش کار کنی برات یاد میدم. زود یاد میگیری. بسیار آسان است. حالا یک کمی عجله کو، چوستو چالاک باش. دگارا سعی کو، اینا رو باید خلاص کنی، زود چوتال نته. اینجا بیا. نمیفهمم، مکتوبم میلا کرده. یک سال شد ای درد گم نشد. کوچکترین حرکتی کنم 2 روز از جایم خسته نمیتونم. متاسف که مشکل فتق وجود داره و هم از نو پیشرفتیش. باز چی باید کرد دکتر صاحب؟ در عملیات خطر وجود داره. اول تداوی فیزیوتراپی را انجام بدیم. برای یک مدت باید در شفاخانه بستر باشه. وقت تصمیمتان گرفتین باز وقت عملیات تعیین میکنیم. بچه بگی نوش جانت. دادانم مزدکای مونده مادر. این سعی کن دوایش یک عالم پیسه میشه. یک دفعه در شفاخانه بسترش کنیم و سعی کن که پیسه چطور خرج میشه. ولا بچه اگه بفهمم که در میدان نمیمانی بگم یک قرانم سرش مصرف نکو بانش که بمره. اما باز خودت بسیار تکلیف میبینی. نمیفهم چی کنم. تو خدا پریشان نساز. ایره بخور. بهار مکتب روان نکدی راحت نشدی؟ معلوم دار است که راحت شدم. حال در خانه پیسه هم میاره.
خوب است دیگه چی فکر میکنی؟ پروینم اگه مکتب روا نکنی راحت میشی. خواندن و نوشتن میفهمه بس از دیگه. مکتب رفتنش نه به فایده توست نه به فایده ما. عروس شده به خانه مردم خواد رفت. راست میگی. گرچه به هر وار کار کرده نمیتونه، ولی هنوز ابتدایی رو خلاص نکده. پلیس با زور روانش خواد کرد. به خدا یام گپ هست؟ از خانه فرار کرده میگی؟ مسئله حل است. چی عقل داری؟ نه عقل خواه است. قدرش کی میفهمه بچیم؟ این دیگه چی گپ هست؟ چند دفعه است که میگم همی تلویزیون تبدیل کنین، کسی نیست که بشنوه. ای قزوت پیشانی تا ترش نکو. این حق مادرت هست و آسانی ادا نمیشه. خو برش چاره میکنم. کی کارا میکنی؟ کی؟ مانده نباشی دخترم. زنده باشی مادر. دستت چی کده دخترم؟ چی کنم مادر؟ عدس کار است دیگه. ایره بگیرین، ماشه یک مایم است. آفرین دخترم. دیدی؟ اینه تو هم نخونه کمک میکنی. کمکت کنم پروین؟